چجوری خیلی تمیزی امضا رو بندازیم روی سرتیفیکیت و حالش رو ببریم. خب بچه‌ها، در قدم اول باید روی کاغذ کاملا سفید با یه خودکار نیمه ضخیم امضاتون رو بکشین و وارد سیستمتون کنین. وقتی وارد سیستمش کردین کپیش میکنین و میندازینش روی سرتیفیکیتی که طراحی کردین. خب حالا ما باید فقط قسمت کاغذ رو انتخاب کنیم. برای انتخاب کاغذ باید بریم قسمت سلکت، کالر رنج و اینجا رنگ کاغذ رو انتخاب کنیم. و کلید دیلیت رو بزنید. لایه امضا رو پیدا کنین، دوبار کلیک کنین. از پنلی که باز میشه گزینه کالر اورلی رو بزنید. با توجه به بک کارم باید سفید رو انتخاب کنم. حالا از همین لایه چند تا کپی میگیریم با کنترل J. امضا رو پررنگ‌تر نشون. دقت کنین اگه بیش از حد کپی بگیرین ممکنه امضاتون دفرم و غیر طبیعی باشه. لایه‌های امضا رو با هم انتخاب میکنین، کنترل ای رو میزنین که با هم دیگه مرج. حالا شما یه امضای همه چی تموم دارین.